سلام به آرمی های گل. امروزم باید تست از BTS برگشتم پیشتون. تست امروز اینجوریه که در آخر بهتون میگه با کدوم عضو قراره که ازدواج کنید. من براتون 15 تا سوال آوردم که هر سوال 3 تا گزینه داره. شما برای جواب هر سوال یا برای انتخاب هر گزینه 10 ثانیه وقت دارید. بعد از 10 ثانیه هر انتخاب امتیاز متفاوتی داره و با توجه به گزینه‌ای که انتخاب کردید امتیازتون رو می‌نویسید. حالا میتونید توی ماشین حساب باشه یا توی دونه برگه باشه و در آخر وقتی که به همه سوالات جواب دادید امتیازها رو جمع می‌کنید و نتیجه در آخر معلوم میشه. سوال 1. رنگی رو انتخاب کن. سوال 2. نوشیدنی رو انتخاب کن. سه. غذای رو انتخاب کن. چهار. دسری رو انتخاب کن. شماره 5. کدوم میکاپ رو ترجیح میدی؟ شماره 6. کدوم میکاپ چشم رو ترجیح میدی؟ هفت. کدوم رژ لب رو انتخاب میکنی؟ هشت. کیفی رو از بین این 3 تا انتخاب کن. نو. کدوم دکور؟ ده. کدوم انگشتر رو انتخاب میکنی؟ یازده. کدوم کفش رو انتخاب میکنی؟ دوازده. برای شوهرت کدوم لباس عروسی رو انتخاب میکنی؟ سیزده. این بار برای خودت کدوم رو ترجیح میدی که لباس عروسیت باشه؟ چهارده. کدوم کاراکتر BT21 رو انتخاب میکنی؟ آخرین سوال. کدوم آهنگ رو انتخاب میکنی؟ حالا بریم سراغ نتایج. اونایی که امتیازشون بین 100 تا 140 هست همسر آیندهشون جیهوپه. اونایی که 150 تا 190 شوگا. 200 تا 250 RM یا نامجون. 260 تا 300 میشه تهیونگ. 310 تا 350 میشه جین. من خودم جین اومدم یعنی امتیازم شد 350. 360 تا 390 میشه کوکی همون جونگکوک و در آخر 400 بین 450 میشه جیمین.
حتما در کامنت ها برام بنویسید که کدوم عضو براتون اومد تا اینکه خانواده‌مون زودتر و زودتر 4 رقم بشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. تا ویدیو دیگه، انیون.